دانستنی های جالب درباره خرگوش ها. دوستان عزیز کانال الماس پلاس به کانال ما خوش آمدید. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب نمایید و از تازه ترین حقایق و دانستنی های جالب آگاه شوید. خرگوش از پستانداران کوچک است که به دلیل ظاهر و حرکات بامزه، گوش بلند و قدرت باروری بالا شناخته شده است و معمولاً به عنوان یکی از حیوانات خانگی پرطرفدار به شمار می رود. این حیوان گیاهخوار دید 360 درجه و جهش‌های بلند دارد که به خصوص هنگام تعقیب و گریز از شکارچی به کمکش می آید. اگر کنجکاو هستید درباره خصوصیات ظاهری، رفتاری و نحو زندگی خرگوش بیشتر بدانید، در ادامه مطلب با ما با کانال الماس پلاس همراه باشید. مشخصات ظاهری خرگوش پستاندار کوچک با دم کوتاه و گوش‌های بلند و متمایز است که با توجه به نوع آن ممکن است اندازه‌های مختلف داشته باشد. گوش‌های خرگوش علاوه بر شنیدن صدا، تعیین محل شکارچیان درنده و اطمینان از امنیت منطقه در آزادسازی گرمای بدن این حیوان نقش مهم دارد. به خصوص زمانی که خرگوش در حال دویدن است، بیش از حد هیجان زده شده یا در بیابان و یا محیط گرم زندگی می کند. پاهای حقیبی خرگوش از پاهای جلوش بلندتر است و معمولا روی آنها می نشیند. انواع مختلف خرگوش اندازه های متفاوت دارد. کوچکترین نوع خرگوش های پیگمی هستند که طول بدن آنها حدود 20 سانتی متر و وزن آن حتی بعد از رشد کامل معمولاً کمتر از نیم کیلوگرم می باشد. بزرگترین انواع خرگوش نیز شامل خرگوش چگرت غول‌پیکر با وزن بیش از 5 کیلوگرم، غول‌پیکر فنلاندی با وزن حدود 5.5 کیلوگرم و بیشتر، پایولین غول‌پیکر با وزن حدود 6 کیلوگرم و چینچلای غول‌پیکر با وزن 5.5 تا 7.5 کیلوگرم می باشد. بزرگترین خرگوش جهان یک خرگوش غول‌پیکر فنلاندی است که وزن حدود 22 کیلوگرم و طول حدود 129 سانتی متر داشته است. بیش از 30 نوع خرگوش در دنیا وجود دارد که اگرچه در محیط‌های مختلف زندگی می‌کنند اما اشتراکات زیادی با هم دارد. برخی انواع خرگوش ها شامل موارد زهر می باشد: خرگوش آلاسکا، خرگوش چگرت، خرگوش چینچلای، خرگوش سبیل آمریکایی، خرگوش انگورا، خرگوش کوچک بریتانیایی، خرگوش دارچینی، خرگوش کالیفرنیایی. خصوصیات رفتار خرگوش چیست؟ خرگوش از حیوانات اجتماعی هستند که معمولاً به صورت گروهی در تونل هایی که به همراه سایر خرگوش ها در زیر زمین حفر کرده‌اند زندگی می‌کنند. این حیوان هنگام طلوع و غروب خورشید بیشترین فعالیت را داشته و معمولاً برای یافتن غذا اقدام می‌کند، زیرا نور کم به او این امکان را می‌دهد تا راحت‌تر از دید شکارچیان پنهان شود. پاهای بلند خرگوش و توانایی او در دویدن طولانی مدت با سرعت بالا یکی از ویژگی‌هایش محسوب می شود که از آن برای فرار از دشمنانش استفاده می کند. اگرچه اکثر عملش در برابر شکارچیان با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد ممکن است متفاوت باشد. گاهی به حرکت مانده و گاهی نیز دویدن و جهیدن با سرعت بالا را انتخاب می کند. محل زندگی خرگوش در اصل به اروپا و افریقا تعلق دارد، اما امروزه در سراسر دنیا بجز جنوب آمریکای جنوبی، هند غربی و اکثر جزایر جنوب شرقی آسیا به صورت وافر پیدا می شود. این حیوان به طور طبیعی در برخی از نواحی آمریکای جنوبی، استرالیا، نیوزلند زندگی نمی کند، اما در برخی موارد توسط انسانها به این مناطق منتقل شده است. خرگوش‌های اهلی و خانگی به گرمای بسیار حساس هستند و برای محافظت آنها در برابر مشکلات سلامتی ناشی از گرما لازم است به تنظیم دمای محیط نگهداری آنها توجه زیاد شود. اما خرگوش‌های وحشی این مشکل را ندارند و در دماهای مختلف زندگی می‌کنند. خرگوش‌های وحشی معمولاً در علفزارها، صحراها، جنگل‌ها، چمنزارها یا تالاب‌های تونل حفر کرده و به صورت گروهی با سایر خرگوش‌ها زندگی می‌کنند.
اگرچه همه انواع آنها عادت به زندگی زیرزمینی را ندارند و برخی گونه‌ها در فضای باز زندگی می‌کنند. این تونل‌ها چندین راه فرار دارد که در مواقع اضطراری به نجات جان حیوان کمک می‌کند. غذای خرگوش حیوان گیاهخوار است که معمولاً غذاهای سبز شامل علف‌ها و برگ‌های گیاهان از جمله شبدر، گیاهان مانند کلم بروکلی و جوانه بروکسل مصرف می‌کنند. دیگر منابع غذایی این حیوان شامل دانه‌ها، ریشه‌ها، جوانه‌ها، میوه‌ها، پوست درخت و سایر غذاها، گیاهی که در جنگل‌ها و چمنزارها محل زندگیش یافت می‌شود میباشد. یکی از نکات جالب درباره خرگوش این است که به عنوان جانور مدفوع خوار شناخته شده است. مدفوع خرگوش دو نوع است که توسط کور روده حیوان از هم جدا می شود. کور روده که به روده بزرگ متصل است تا 40% دستگاه گوارش خرگوش را اشغال کرده و حتی از معده‌اش نیز بزرگتر می باشد. این اندام مدفوع خوب و بد را جدا می کند. مدفوع بد خشک و سفت است و به محیط منتقل می شود، اما مدفوع خوب نرم و قابل خوردن است. مصرف دوباره این مدفوع برای زنده ماندن خرگوش ضروری است. دوستان عزیز کانال الماس پلاس، تشکر از توجهتان.